برنامه صحبت روز. سلام بینندگان گرامی، با مقصد مطرح باز یک موضوع مهم، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در زمان معاصر با شما روبرو هستیم و ما را همراه هستند معلمه عزیز، آموزگار لیسه دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت محترمه خالوه. خوش آمدید. با ما و شما معلوم است که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند سال 2011 با ابتکاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تصویب رسید. اکنون از این قانون ملی 10 سال سپری گردیده ایستاده است. می‌خواستیم اندیشه های خود را وابسته به مهمیت قانون و عملی شوی آن در زمان امروز بیان کرده باشید. اینک 10 سال می شود که قانونی مسئولیت پدر و مادر اوید به تعلیم و تربیت فرزند همچون یک دستور، همچون راهنمای برای تمام آموزگاران، والدان جمهوری عزیز ما خدمت می کند و همگان خوب می دانیم که با تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ما این قانون یعنی قبول گردید و مقصدی همه ما به آن روانه گردیده است که نسل نورس امروزه را که در زمان معاصر زندگی دارند آنها را تربیت خوب دهیم، بر راه درست حیات هدایت نماییم. و خیلی که میدانیم قانون مذکور که اساساً از 6 باب و 17 ماده عبارت است و هر یک ماده آن برای ما همچون یک دستور خدمت میکند و اون شخصان، اون آموزگارانی که از روی این قانون بر عملی شدن آن فعالیت دارند البته به نتیجه های خیلی خوب امروز نائل گردیدند و در مؤسسه‌ای که از روی این قانون فعالیت میکنند نظام این قانون وجود دارد و پیشروی ها در این مؤسسه ها خیلی زیاد است. اگر ما به ماده های 8 و 9 آن نظر کنیم در اینجا مسئولیتی پدر و مادر به نظر گرفته شده است و از پدر و مادران طلب کرده می شود که در تربیت فرزند خود آنها همه وقت با آموزگاران نزدیکی داشته باشند، به مکتب آیند و وظیفه خود را آنها به جا آورند. شما که همه روزه میان نسل نورس هستید، همچون آموزگار فعالیت میکنید، میخواستیم اکنون عملی شوی این قانون رو حرف زنید. میخواستیم وابسته به عملی شوی قانون سخن گفته باشید. همکاری پدر و مادر در کدام سطح قرار دارد؟ تعلیم و تربیت خودی خوانندگان در کدام سطح است؟ دایر به این قانون بسیار کارها به انجام رسیدن. با پدر و مادران خیلی خوب در تماس هستیم. همه وقت صحبت ها در وقت ساعتش گذرانده می شود. پدر و مادران هم یک نظری دارند، البته نه همه پدر و مادران. بعضی پدر و مادران وقتی که فرزند رو به مکتب میارن یا به لیسه میارن گمان میکنند که با همین اکنون تعلیم و تربیت او بر ذمه استاد است. بعضا در تربیت خوانندگان صنف 11 ما دشواری ها میکشیم. این از آن سبب است که وقتی که کودکان خرد هستند پدر و مادر زود از خواندن آنها با خبر میشوند. وقتی که آنها اکنون که مثلا به قله اساسی رسیدند آنها گمان میکنند که دیگر اکنون شرط نیست که آنها به مؤسسه آیند و بعضا اگر به واسطه مثلا تلفن به تماس برایم آنها حتی بعضا تلفن های خود را نمیبردارند یا اینکه فرزندانی هستند که رقم پدر مادر خود را نادرست میدهند و این خیلی به ما دشواری ها رو به میان میگذارد و اوید به سر و لباس، اوید به خواندن، اوید به نظام مثلا درس گریزی. البته این چیزا دیده نمی شود، لیکن یک چیز است که خوانندگان بعضا تلفن های موبیلی خود را با خود می آورند. تشکر، سلامت باشید. اکنون میخواستیم یک چند مسئولیت های خود را وابسته به تعلیم و تربیت فرزند در زمان امروز پیشنهاد کرده باشید. خیلی که میدونیم در مملکت های ترقی کرده اساساً فرزندان رو بیشتر از روی دستورهای گوناگون، حتی از دوره تولد فرزند یا اینکه از دوره‌ای که در شکم مادر طفل به دنیا آمده است پیدا شده است دستورهای زیادی داده می شود و مادرها به کورس و سمینارهای مخصوص می روند و از آنجا می آموزند و این چون در تربیت فرزند نیست. اساساً ما می دونیم که همگی مثلا کودکان تا 7 سالگی
بیشتر به پدر و مادر خود پیروی میکنند. آنها خرد هستند و هر کاری پدر و مادر برای آنها عجیب است. فرزندان زمان معاصر، زمان امروزه که بیشتر توجهشون به اینترنت است، به واسطه های دیگر، ما آنها رو بعضا با این وصیت و نصیحت های خود جلب کرده نمیتوانیم و پدر و مادران رو میباید خودی آنها در خانه خود، من چطوری که امروز میبینیم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت ما مثلا آزمون های تشکیل کرده است، فروغ صبح دانایی کتاب است، چقدر هوسمند کنی های زیاد است. یا اینکه تاجیکستان کشوری عزیز من که در این آزمون ها کودکان روح بلند می شوند و از یک جهت آنها بیشتر به کتاب، به همون استعدادهایی که آنها دارند به همون میل پیدا می کنند و پدر و مادرای ما خوب می شد که بیشتر دقت فرزندان خود را به خواندن اثرها، کتابها در خانه خود آنها می توانند که همین آزمون ها رو مثلا در خانه خود تشکیل کنند و فرزندان می توانند با همین راه ها مثلا به واسطه دلخوشی هم نمی روند اون وقت و بگذار که پدر و مادران هم به همین دقت دهند، ایجادکاری رو به کودک یاد دهند. همه چی اولا از پدر و مادر وابستگی دارد و بعداً به استادان وابستگی دارد. امروز پدر و مادر همه چی رو به ذمه آموزگاران بار میکند. فرزند استاد رو دوست می‌دارد، لیکن پدر و مادر آونگارد شود در خانه، هر شب روزنامه طلب کند. یک بدبختی اساسی پستروی دانش خوانندگان ما از آن است که پدر و مادران ما روزنامه طلب نمی‌کنند، حتی امضا هم نمی‌گذارند. مثلا اگر همین کارها پیش رود، من باوری دارم که تعلیم و تربیه فرزند در جمهوری ما رنگ دیگری رو میگیرد، یعنی رنگی چی میگویند پیش میرود، ترقی میکند و معنویات، دانش و فرهنگ فرزندان زیاده میگردد که هر یک پدر و مادر آرزوی یگانه‌اش آن است که فرزند وی باید که دانا باشد. کی آرزو نمیکند که فرزندش در آزمون جای اول رو گیرد؟ همه آرزو میکند. برای همین هم همین رو میخواهم که همه پدر و مادران به توجه نباشند. تشکر، سلامت باشید. شما قید کردید که در دولت‌های پیشرفته دنیا پیش از همه پدر و مادران استفاده میکنن از دستورهای زیادی تعلیمی و تربیوی. اکنون به اندیشه شما همچون یک روزگار دیده، همچون یک تربیتگر این است که پیش از همه والدان ما، آنهایی که پدر و مادر میشوند، از این دستورهای تعلیمی وسیع استفاده کنند. بله درست است. یک چیزی خرسندی بخش هست که امروز مادران جوانی که امروز زمانی معاصر ما بسیارتر نظر میکنند، همه آنها مثلا از اینترنت، از فیسبوک نظر میکنند، میبینند که مثلا هنوز در فرزند وقتی که در بطن مادر است چه خیلی باید انکشاف یابد، چه خیلی باید دانا شود. برای دانا شدن فرزندش باید چی از کدام مثلا غذاها استفاده برد. این رو امروز ما میبینیم، این پیشروی ها دیده میشود. مقصد یک چیز است که بگذار که در تربیه فرزندی آینده خود نیست این رو آنها استفاده برند. گلستان سعدی شیرازی خودش یک مکتب است، ما باید از اینها فراوان استفاده بریم. لیکن در زمان معاصر ما پیش رفته نمیتوانیم اگر با زمانه همرنگ و همساز نباشیم. وقتی ما با زمانه همرنگ باشیم در زندگی، در هر روزه کاری خود، در فعالیت خود، حتی درس هایی که امروز ما میگذاریم دیگر اون درس های عنعنوی ما به گوش خواننده های ما نمیخورد. اون یک چیز رو دیدن میخواهند، اون یک چیز رو شنیدن میخواهند. برای همین هم ما باید از تکنولوژی معاصر امروزه فراوان استفاده بریم، چی در مؤسسه ها چی در خانه. و من باوری دارم که آینده تاجیکستان عزیز ما گلگل شکوفان است و من باز یک چیز رو قید میکنم که پیشوای معظم ما در یکی از برآمدهایشان گفته بودند که تربیت، تشکل و خصلت‌های حمیده انسان به آموزگاران رو وابستگی دارد که آنها نسل نورست رو تربیت میکنند و ما هم امروز که این گفته های پیشوای عزیز رو همه وقت سرمشق کاری خود قرار میدهیم، کوشش مینماییم که همرنگ جماعه باشیم. زمانه امروز که ما امروز در یک بهشت زندگی داریم، وقتی که ما دنیا رو میبینیم ما در یک بهشت زندگی داریم و شکرگزار باشیم از این زندگی با سعادت خود، شکرگزار باشیم از این پیشروی های تاجیکستان صاحب استقلال خود و
توانیم که فرزندانی صالح و فرزندانی که امروز تربیت میکنیم در روحیه وطندوستی، در روحیه خویشتنشناسی، در روحیه مثلا اخلاق خوبی گذشتگان رو با آنها تقویت کنیم، با آنها آموزیم و ما به مقصد خود رسیده میتوانیم. رجوع کردید و اقدام های سالم و سازنده حکومت کشور. واقعا هم درست است که در زمان برخورد تمدن ها و آن زمانی که مثلا بازی های سیاسی همه روزه برخورد ما میکنن، ما باید در تعلیم و تربیت فرزند هم قدم زمانه باشیم. درست است که اگر که ما گذشته خود رو ندانیم آینده رو ساخته نمیتونیم، لیکن در برابر این ما جهت حفظ سالمی، جهت حفظ تفکر و اندیشه فرزندان خود که صفر میلی باشند بسیار زحمت کوشش کنیم. و درست هم قید کردید که در این زمانه تربیت فرزند بسیار کاری دشوار است، سهل آسان نیست، لیکن ما تربیتگر هستیم، صلح آفر هستیم. باید که ما قدم های استوارانه نمانده فرزندان خود را تربیت کنیم. و اکنون میخواستم اندیشه خود را وابسته به یک کلمه های معمولی شاید در تربیت فرزند سه نهاد عائله، جامعه و مکتب وابستگی دارد ابراز نظر کرده باشید. اساساً فرزند در عائله تربیت میگیرد، اون رو هم محیط تربیت میکند، هم مکتب تربیت میکند و همه همین باید هماهنگ باشد. همه همین باید هماهنگ باشد. آب چشمه چون وارد میشود و خیلی صاف است. آب چشمه وارد میشود خیلی صاف است و میرود هرچند که به او دریاچه های لای هم به اون همراه شوند و هرگز لای نمیشود و همون صافی خودکتین روان نمیشود. این از آن شهادت میدهد که اگر فرزند هم در خانه تربیت خوب گرفته باشد، یگان محیط او را دیگر کرده نمیتواند. تشکر، سلامت باشید. تا جایی که ما اطلاع داریم شما در برابر تعلیم و تربیت دادن در مؤسسه های تعلیمی به خوانندگان، به نسل نورس، به ایجادکاری هم مشغول هستید. جای نظم می نویسید، جای نثر می نویسید و همین قانون ملی رو در جای شما انعکاس کرده اید. میخواستیم وابسته به این مسائل روشنی اندازید. بعضا قلم خود رو می سنجم و به نزدیکی مجموعه دومی خود رو چاپ میکنم، لیکن اوید به قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در مجموعه اولین خود من یک مثنوی دارم و این مثنوی قانون مسئولیت نام دارد و در اینجا درباره 6 بابی قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند درج گردیده است و یک دستور خوبی هم می شود برای پدر و مادران، برای استادانی که در مؤسسه ها تعلیم میدهند. اگر لازم باشد من کمی مرحمت، وقت در اختیار شما است. فرزند عزیز جان است، پیوندی خاندان است، هم نوری دیدگان است، بر نسل ها نشان است. در تربیت فرزند معجزه خداوند، مسئول والدان است، استادی مهربان است. بر والدان دلسوز، استادی عالم افروز، با ابتکاری سرور، آن راهنمای و رهبر، قانون سازگار شد، باعثی افتخار شد. قانون مسئولیت بهتر ز پند و حکمت، ما را راهنما است، دستوری بی‌بها است. یاری رسان مکتب در راه علم و مطلب، از بهر نسل نورس تربیه نشان رس. قانون مسئولیت دارد به خود مقصد، 6 باب کرده در بر، خوانید اگر سراسر. حفظ حقوق فرزند آن هدیه خداوند، باب اولینی آن وظیفه والدان. مربی و آموزگار دولتی آینده دار، در تربیت فرزند طفلی عزیز و دلبند، وصیند و پرستار، بر کودکان مددگار. اینجا 6 باب شرح داده شده است، من همه آن رو نمیخوانم، لیکن همین رو گفتنی هستم که اگر این مثنوی رو مثلا استادان در ساعت‌های تربیوی خود استفاده برند خیلی خوب می شود، زیرا که کودکان هم الکی میفهمند، میدونند که این قانون چگونه قانون است.
از اونها چی را طلب میکند؟ زیرا که همه بابهای قانون در اینجا شرح و ایضاح داده شده است و همین خیلی جنبست می شود که باب 6 خاتموی، اجرای 6 عاموی، قانون مسئولیت چون راهنمای ملت، فرمان سرور ما، ترتیب عمل ما باید که اجرا شود، تربیه والا شود. آینده طفلکان آن غنچه های دوران خوب و گوارا شود، طبع دل ما شود. مقصد ما یک چیز است که بگذار که تعلیم و تربیه در نورسان ما، در نسل نورس امروزه ما خوب باشد. تشکر. بینندگان عزیز، با چنین یک سخنان نیک اندیشه های سالم و سازنده نکته میگذاریم به برنامه نوبتی. تشکر که دعوت ما را قبول کردید. برنامه صحبت روز